خط خبرها: بی‌سابقه ترین اتحاد مردم ایران بر علیه خامنه‌ای و بیت رهبری. توهم جمهوری اسلامی درباره سیاست‌های بایدن. سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار: هشتگ کدام آبان 110,000 بار توییت و ریتوییت شد. ساعتی پس از انتشار گزارش رادیو فردا از سرنوشت نافرجام دادخواهی کشته شدگان اعتراض آبان 98، شمار چشمگیری از کاربران توییتر با استفاده از هشتگ کدام آبان به یادآوری قتل‌هایی پرداختند که در جریان سرکوب شدید این اعتراضات رخ داد. اکانت توییتر وبسایت شهروندان دیجیتال که تحولات شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند، در گزارش کوتاهی با اشاره به این موضوع نوشته است که این هشتگ تاکنون در توییتر 159 میلیون بار دیده شده و در 110,000 توییت و ریتوییت استفاده شده است. در گزارشی که در رادیو فردا منتشر شد، به نقل از خواهر یکی از کشته شدگان چنین آمده بود: گفتن از دفتر رهبری تماس می‌گیریم. شما شکایت کردید؟ گفتم بله. گفتن چجوری بوده؟ چی بوده؟ گفتم برادرم آبان کشته شده. گفتن کدام آبان؟ گفتم آبان خونین 98. گفتن خب پرونده شما دارد رسیدگی می شود. همین. جمله پرسشی کدام آبان در این نقل قول و به خصوص نافرجام ماندن دادخواهی همه خانواده های کشته شدگان به رغم گذشت 1 سال از تاریخ اعتراضات و قتل‌ها، خشم و عصبانیت گسترده‌ای را در میان کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و بسیاری از آنها با نوشتن توییت‌های انتقادی به این موضوع واکنش نشان دادند. پس از گسترش اعتراضات آبان 98 در بیش از 100 شهر، حکومت ایران اقدام به سرکوب گسترده این اعتراضها کرد که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز منجر به کشته شدن 1500 نفر شد. وبسایت سازمان عفو بین‌الملل تاکنون اسامی 304 نفر از کشته‌های آبان را منتشر کرده و تاکید کرده است که رقم واقعی قربانیان به احتمال زیاد بالاتر است. توهم جمهوری اسلامی درباره سیاست‌های بایدن. به نظر می‌آید رهبری تهران تصور می‌کند با خروج دشمن اصلیش دونالد ترامپ از صحنه، فضا برای تحرکات دیپلماتیک در جهت اهداف جمهوری اسلامی باز می‌شود. اما این محاسبه می‌تواند به کل اشتباه از آب درآید. شنبه گذشته با قطعیت روشن شد که شهروندان آمریکا جو بایدن را برای ریاست جمهوری آینده کشورشان برگزیدند. کرستن کنیب از دویچه وله آلمانی در توضیح واکنش و انتظارات ایران ابتدا به پیام صادقانه ظریف به رهبران کشورهای همسایه در شبکه توییتر اشاره می‌کند که 3 روز بعد از اعلام پیروزی بایدن انتشار داد. ظریف در این پیام نوشت که ترامپ 70 روز دیگر برای همیشه ناپدید خواهد شد، اما ما برای همیشه خواهیم ماند. ظریف در این پیام افزود تکیه بر بیگانگان برای تأمین امنیت خود هیچ وقت قمار خوبی نبوده است. او میگوید طور دیگری هم میشود. ما دست خود را برای گفتگو و حل اختلافات به سوی همسایگانمان دراز میکنیم. ظریف این توییت را 2 روز پیش از آنکه راهی پاکستان شود نوشت. خوشحالی نهفته در این توییت این که از نگاه سیاستمداران ایران بالاخره از شر یک رئیس جمهوری دشوار و سازش ناپذیر آمریکا رها شده اند، احتمالاً دیری نخواهد پایید که فروکش کند، زیرا کشورهایی را در همجواری خود دارد که اغلبشان از همپیمانان آمریکا هستند. یکی از آنها پاکستان است که رئیس دولتش عمران خان در همان شامگاه شنبه بیدرنگ پیروزی ریاست جمهوری را به جو بایدن و معاونش کامالا هریس تبریک گفت. عمران خان در توییتر نوشت ما از این پس نیز به طور مشترک همراه با ایالات متحده آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان و در منطقه تلاش خواهیم کرد. توییت ظریف برای عربستان سعودی به عنوان رقیب قدرتمند جمهوری اسلامی چندان خوشایند نبود. تقریبا همزمان با توییت ظریف، ملک سلمان پادشاه عربستان با ایراد نطقی نظر خود را در مورد مناسبات همجواری بیان داشت. او در مورد ایران به هیچ وجه نظر مثبتی نداشت. او گفت تهدیدهای همسایه شمالی همچنان مایه نگرانی جدی عربستان سعودی است. ایران از تروریسم حمایت می‌کند و به فرقه‌گرایی مذهبی در منطقه دامن می‌زند. ملک سلمان به صراحت گفت عربستان سعودی بر خطر برخاسته از فعالیت‌های منطقه ایران تاکید دارد. اگرچه ملک سلمان سخنی از نام جانشین دونالد ترامپ نبرد، اما می‌دانست که سخنانش از سوی رئیس بعدی کاخ سفید شنیده می‌شود.
جو بایدن در دوره پیش از انتخابات بارها به طور مفصل درباره ایران سخن گفته بود. او بارها به نیازها و نگرانی‌های همپیمانان ایالات متحده در منطقه اشاره کرده بود. بایدن در ماه سپتامبر سال جاری به شبکه CNN گفت: ما همچنان با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران مقابله خواهیم کرد، فعالیت‌هایی که دوستان و همپیمانان ما در منطقه را مورد تهدید قرار می‌دهد. بایدن گفته بود اگر ایران خواستار رویارویی است، او آمادگیش را دارد تا از منافع حیاتی آمریکا و ارتش آن حفاظت کند. او افزود: اما من آمادگی این را نیز دارم تا مسیر دیپلماتیک را طی کنم اگر ایرانی‌ها نشان دهند که آنها نیز برای طی این مسیر آمادگی دارند. یک گزارش محرمانه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند این فرصت را به جمهوری اسلامی ایران بدهد تا آمادگی خود برای طی کردن مسیر دیپلماتیک را ثابت کند. بر اساس این گزارش محرمانه، ایران هنوز به طور رضایت بخش توضیح نداده که منشأ ذرات اورانیوم اعلام نشده کجاست. این ذرات اورانیوم در یک سایت هسته‌ای یافت شده که در سال 2019 مورد بازدید بازرسان آژانس قرار گرفته است. در صورتی که تهران توضیحات همه جانبه در این مورد خاص ارائه دهد، آنگاه بایدن می‌تواند آن را یک گام کوچک اولیه از سوی ایران ارزیابی کند. گونتر مایر از مرکز پژوهش‌های جهان عرب در دانشگاه ماینتس در این رابطه میگوید: رئیس جمهوری آینده آمریکا بارها توضیح داده که میتواند در رویکرد خود در قبال ایران نرمش به خرج دهد. او می‌افزاید این نرمش هم در مورد برنامه اتمی ایران صدق می‌کند و هم در برخورد با همسایگان این کشور. بایدن بارها توضیح داده که می‌خواهد به مناسبات ایالات متحده آمریکا با عربستان سعودی نظمی نو ببخشد. او به ویژه از ورود ائتلاف نظامی به رهبری عربستان به یمن انتقاد کرده است. جنگی که همکنون در یمن در جریان است بیشتر یک جنگ نیابتی میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی است. طبیعی است در صورتی که بایدن از عربستان سعودی بخواهد از یمن عقب نشینی کند، آنگاه جمهوری اسلامی ایران این خلأ را به سرعت پر خواهد کرد تا در این کشور حضور خود را تثبیت کند. بنابراین رئیس جمهوری جدید آمریکا باید با یک ارزیابی سنجیده چیزی را از همپیمان سعودی خود توقع داشته باشد که به تقویت بزرگترین رقیب این کشور منجر نشود. در سوریه، این دومین صحنه جنگ منطقه‌ای با حضور ایران، وضعیت به گونه دیگری است. حضور نظامی چندین ساله جمهوری اسلامی در این کشور چه به لحاظ مالی و چه تلفات انسانی برای ایران بسیار پرهزینه بوده است. ایران اگرچه در حفظ بشار اسد بر سریر قدرت سهم بسزایی داشته است، اما رهاوردان برای رهبر تهران پراعتنا نبوده است، بلکه برعکس. از نظر گونتر مایر از دانشگاه ماینتس، همکنون روسیه که تاکنون از شرکای مهم تهران در سوریه به حساب می‌آید، می‌کوشد از نفوذ تهران در سوریه بکاهد و این کشور را تا جای ممکن عقب براند. آنچه که به لبنان و شبه نظامیان حزب الله مورد حمایت مالی و نظامی ایران برمیگردد، بایدن رویکرد آمریکا را روشن کرده است. او هشدار داد که ایران و حزب الله ممکن است این جرأت را به خود بدهند تا با استفاده از مواضع خود در بلندهای جولان و دیگر نقاط سوریه دست به حملاتی علیه اسرائیل بزنند. او اما چنین اجازه‌ای نخواهد داد. بایدن به شبکه CNN گفت: آمریکا همکاری چنگاتنگی با اسرائیل خواهد داشت، به این گونه که بتواند علیه ایران و نیروهای متحد آن از خود دفاع کند. کنیب در انتها می‌نویسد: اکنون دیگر اسرائیل می‌تواند بر روی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز حساب کند. در ماه اوت سال جاری، اسرائیل و امارات متحده عربی و بحرین توافقنامه عادی‌سازی روابط دیپلماتیک را به امضا رساندند. از نظر ناظران سیاسی، این اقدام را می‌توان به طور غیر مستقیم به معنای همپیمانی برای حفاظت در برابر جمهوری اسلامی نیز ارزیابی کرد.